واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. برایشان اهل قریه را مثال بزن چون در آن پیامبران آمدند. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. آنگاه که در اول و ایشان دو تن را فرستادیم ولی اهل قریه آنها را تکذیب کردند. آنها را به وسیله سیومین پیامبر تقویت بخشیدیم. ایشان گفتند ما به سوی شما به حیث پیامبر فرستاده شده ایم. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. مردم گفتند شما نیستید مگر بشری مثل ما و خداوند رحمان چیزی به وسیله شما نازل نکرده است. شما محض دروغ میگویید. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. این پیامبران گفتند پروردگار ما میداند بیگمان ما به سوی شما به حیث پیام آور فرستاده شده ایم. وما علينا إلا البلاغ المبين. ما جز رساندن این پیام روشن وظیفه نداریم. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. اهل آن قریه گفتند ما قدم شما را به فال بد گرفتیم و اگر خودداری نکنید یقینا شما را سنگسار میکنیم و البته از جانب ما عذاب دردناکی به شما عاید می شود. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. پیامبران گفتند فال بد شما با خود شماست. آیا اگر پند داده می شوید این را فال بد می پندارید؟ نه خیر، بلکه شما قومی تجاوزکار هستید. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. و از منتهای آن شهر مردی با سرعت آمده گفت ای قوم من این پیامبران را پیروی کنید. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون.